قیور شهید پرور اسلام آباد. تا وقتی که ایمه جان بازیل، تا وقتی که ایمه رزمندیل، تا وقتی که ایمه افراد پیرو خط امام و جامعه حضور داریم، در صحنه مسائل سیاسی و اجتماعی حضور داریم، هرچند حضور داریم، هیچگاه نیریم که این انقلاب به فرمایش حضرت امام و دست نااهلیل بیفته بکفیدن. هیچگاه نیریم که این انقلاب در این خطه اسلام آباد صحنه اتحاد و برادری، صحنه خدمتگزاری، صحنه ارزش و ارزش داین و ارزش ها هیچگاه نیریم و دست نااهلان بکفیدن. ایما حاتیم که شهید بیمن، حاتیم که خدمت بکنیم، حاتیم که واقعیت بشیم، حقیقت بشیم، راه حق و حقیقت جان فدا کردیم باید بشیمن. مانع در کارمان ایجاد بکن، در راه حق و حقیقت، در راه شهدا، در راه امام اگر مانع ایجاد کردن ایمه شهیدیمن. اگر کاری و سرمانات زشت در راه شهیدت کشیمن.